آقایی که راز اشکاور تو صورت ما زدی. امروز بچه‌ت رفت مدرسه. امروز دختر بچه‌ت پسر بچه‌ت رفت مدرسه. خدا را شکر با لباس نو رفت، با لوازم تحریر نو رفت، سربلند رفت. ولی یادت باشه دختر بچه معصوم همکار منم بغل اون نشسته. به والله قسم، به خدا قسم من اینا رو دیدم. به باباش گفت بابا روپوش نمیخوام، لباس نمیخوام، ولی دیگه خونی مالی خونی نیا، دیگه نرو جایی که بزنن زخمیت کنم. من تو رو میخوام. درد میفهمی، رنج میفهمی، چقدر بگیم زشته برای یه مرد گریه کنه، زشته ناله کنه. به خدا ما دیگه بریدیم. چطور با شما بگیم؟ سلام به همه شما دوستان عزیز و سلام به پاییز، فصل برگریزان، و سلام به ماه مهر، ماه رویش جوانه‌های امید، ماه خوشچینی ستاره‌ها، ماهی که باید با شادی و امید آغاز بشه و حتما که رادیو پیک ما هم باید اینطور آغاز میشد. اما چه کنیم، در روزگار دلخستگی و در همشکستگی کارگران مظلوم، مهر هم بوی درد و قصه و شرم میده. به امید روزی که مهر دوباره مهر بشه و هیچ پدری خاطره اولین روز مدرسه فرزندش رو با بغض تعریف نکنه و سرش جلوی خانواده‌اش بلند باشه. خدا کنه بارون بزنه به دشت و کوهستون، بزنه به چشمای گریون، بزنه که آسمون خندونه. دلم که از غم خونه، دلش ز عاشقی مجنونه، دلش به اون خدا میدونه، دلش که نوبت بارونه. خب مژدگونی بدیم که برنامه امروز رو میخوام با یه خبر دست اول شروع کنم. همونطور که خبر دارین تعداد زیادی از کارگران شرکت هپکو برای گرفتن حق و حقوقشون چند روزی هست که دست به اعتراض ادامه‌دار و شدید زدن. الحق که دمشون هم گرم. البته کلا تو مملکت آخوندی حق دادنی نیست، گرفتنیه، اونم به زور. و اما همین الان خبر دادن که ساب کارخونه و سازمان خصوصی سازی و دفتر بیت عظما و شیخ حسن و باقی برای بچه‌ها بالاخره تصمیم گرفتن که حق و حقوق معوقه این بنده های خدا رو بدن و باهاشون تسویه حساب کنن. با هم دیگه سر بریم به واحد تسویه حقوق کارگران در نیروی مثلا انتظامی عراق. آقایون خانوما آروم باشین لطفاً آرامش خودتون حفظ کنین. من و بقیه همکارامون در نیروی جانکف انتظامی الان اینجاییم که حق و حقوقتون رو باهاتون تسویه کنیم. لطفاً تو صف وایسین. یکی یکی بیان جلو. شلوغ نکن آقا. صفو به هم نریزین لطفاً. وایسا اونجا وایسا. خب آقا شما بیا جلو. شما نه، اون لباس آبی سفیده. بله شما. خب فیش حقوقتون نشون بده ببینم چقدر معوقه داری تو. چقدر 6.5 میلیون تومان. آقا نقدی میخوای یا اقساط؟ نقدی؟ بله. جناب سروان بیا اینو ببر اون پشت 6 تا باتون بزن گوشه چشمش، یه چکم بزن زیر گوشه که 6.5 میلیونش تصفیه شه. آره وایس اینجا. آقا برو نفر بعدی. سلام علیکم، خسته نباشید. شما بفهم چقدر حقوق معوقه ببینم. 10 میلیون تومان همین الان میده. همین الان تصفیه. اینو جناب سروان ایشون هم ببریم واسه تصفیه حساب. 10 تا باتون بزن تو کمرش، 2 تا هم گاز اشکاور بزن همینجوری نقدی تو صورتش. برو آقا برو بگو نفر بعدی بیاد. برو آقا اینسا. اسب تگازم میگن رفیق روز جنگ مومیگم از او بهتر خدا دونه قبض تو تنگه سوار بی تفنگ بالا همه میدونن قدرت نداره سوار وقتی تفنگ داره قشنگ داره آی سواره شب جنگ روز جنگ همش بالای تو تنگه قطارم به کمر نیست پر از تو کیفه شنگه آی به دردم با نام و یاد خدا، امروز روز اول مهر هست و همکنون صدای من رو از مراسم افتتاحیه یک دبستان در ایران میشنوید. دانش آموزان 6-7 ساله در صف ایستادند تا بعد از 3 ماه تعطیلی سر درس و مشق خودشون بازگردند. با نظر مساعد بیت عظمای صلح و آشتی و مهربانی و جهت تقویت روحیه بسیجیگری در بین کودکان محصل، عده‌ای رزمنده و مهاجم حرم از در و دیوار بالا برو دارند در حیات مدرسه مانور نظامی میدند. دانش آموزان یکی یکی وارد سنگرها میشن. مهاجمین حرم از دیوار مدرسه آویزون شدند و مشغول جنگ با دشمن فرضی هستند.
تا این لحظه منابع رسمی 5 کشته و 12 زخمی رو گزارش کردند. عده‌ای از برادران هم در حال توزیع نارنجک بین دانش آموزان دبستانی هستند و در گوشه‌ای از حیاط مدرسه دارن بهشون روش‌های انتحاری رو یاد میدن. کلاس اولی ها هم لبیک گویان یکی یکی وارد میشن. تکبیر! اینی که الان شنیدین لطیفه و جوک نبودا، اتفاقی بود که امسال تو اکثر مدارس سطح کشور اتفاق افتاد. نزن آقا نزن، اینجا که مدرسه و دبستان نیستش که. نزن آقا جون. همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش. یه چیزایی مثل همینش، یه چیزایی مثل همینش. این روزا همه هوش و حواس منی، تو که میدونی واسه منی، توی تو همه خاطره هم، تو رو دیگه نمیشه نخوام، تو یه دور دیگه ای برام. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با. پیش پای شما یه بوی شدیدی اینجا پیچیده بود که نگو و نپرس. کلی دنبالش گشتم و همه جا رو زیر و رو کردم، آخرش فهمیدم بو داره از توی قابلمه مقام عظما میاد. همون قابلمه‌ای که هر روز یه آش شلم شوربای جدید واسه ملت میپزن. بله همون قابلمه، دقیقاً همون قابلمه. در قابلمه عظما رو که گشودم دیدم بله، بوی مالیده شدن توافق برجامه، بوی در رفتن زپرش که توافق اتمیه. اونم چه بویی؟ 5+1 شده 4+1، بعد 3+1، بعد 2+1، الانم که 1+0 گویا. آخه ریش پروفسوری نظام محمد جواد ظریف تو آخرین اظهار نظرش گفته که باشه ما شل میکنیم، فقط یه شرط داره، 1000 کیلو از اون اورانیوم های ما رو بیارین پس بدین، بعدش دوباره بشینیم از اول مذاکره کنیم. جان نمیدین؟ خب 700 کیلوشو بدین. نه خب 200 کیلوشو بدین لااقل. اونم نه. اصلا نیم کیلوشو بدین خیرشو ببینین. اونم نه. ای بابا آقا اورانیوم نخواستیم اگه دم دستتون هست یه 25 تایی تریاک ناب بدیم ما خماری مقام معظم رو برطرف کنیم. اونم نه. با خیلی نامردین دیگه. حداقل یه نیم مسقال شیره بدیم بیت رهبری اونجا جام زرک ببره پایین. آخه نه خیلی بی‌معرفتین. اصلا من باهاتون قهرم. قهر برو با تو قهرم برای همیشه. آخه بی وفا که اینقدر نمیشه وای نمیشه. برو با تو قهرم برای همیشه. آخه بی وفایی اینقدر نمیشه وای نمیشه. آیا با مامانتان قهر کرده اید؟ آیا تحصیلات درست حسابی ندارید؟ آیا بی‌عرضه هستید و دنبال شغل پردرآمد و پولساز هستید؟ دیگر نگران نباشید، ما شما را به آرزویتان میرسانیم و شما را در کوتاه‌ترین مدت میلیونر خواهیم کرد. کافی است پیراهن مشکی خودتان را از کمد در بیاورید، کمی ریش بگذارید، یک انگشتر عقیقدار گنده در انگشتان خود فرو کنید و در آموزشگاه ما ثبت نام کنید. آموزشگاه مداحی و روزخوانی ولایت. در آموزشگاه مداحی و روزخوانی ولایت ما به شما می‌آموزیم که چگونه با گریه انداختن دیگران پول چاپ کنید. ما به شما می‌آموزیم که چطور با عربده کشیدنتان 2 ساعت 7 میلیون تومان پول مفت بگیرید. حتی شما مفتخور گرامی. آموزشگاه مداحی و روزخوانی ولایت با اعطای مدرک معتبر از مراجع تقلید و بودجه شهرداری‌های سراسر کشور. تلفن 022 بازم 22 بازم 22. از دیوار سفارت بگی بالا برو. تو ما دادیم یه پاتیل زرر خریدیم، عظما رو ببین که جامو یک زرر میزنه. بادا مبارک بادا ایشالا، مبارک بادا مبارک بادا ایشالا، مبارک بادا. جشنمون عزا شده. من و باقی دانشمندان دنیا بالاخره بعد از سالها تحقیق و مطالعه متوجه شدیم که چرا آخوندا دوست ندارن کار کنن. نه اینکه براشون کار نباشه، نه کلا دلشون کار کردن نمیخواد. بریم سخن بزرگان این هفته رو از زبان یکی از همین آخوندا از برنامه زنده تیوی ریش آخوندی بشنویم. ما باور کنیم که اگر من الان طلبم نبودم، یه کاسبم بودم، همین روزی داشتم که الان دارم.
اگه تاجرم بودم همین روزی داشتم که الان دارم. روزی من مقدره، من باید زحمت بکشم. برای چی؟ اصلا یه جمله بگم، کسی فکر کنه باید کار کنه روزی پیدا کنه، من فکر میکنم کفر. شیخم تاز گفت هست نیم خور گفتن به چشم گوش به هر خر نمی کنم. آقا پس این بازار مسکن کی میخواد سر و سامون بگیره؟ بابا شیخ حسن، این جماعت بنفش شده با یه امیدی تکرار کردن، پس چی شد؟ هنوز بازار مسکن راکده که. البته همه جاش هم راکد نیستا، یه جاهای هنوز داره خرید و فروش میشه. مثلا امروز دم ظهری SMS برام از طرف همراه اول اومد با این مضمون که با ارسال عدد 110 به سامانه 8085 و پرداخت 5000 تومان قطعه‌ای از بهشت رو به نام خودتون بکنین. شما فکر کن با 5000 تومان یه قطعه 2 نبش اوکازیون تو بهشت بخری، یه جواز 5 طبقه تجاری هم از همراه اول براش بگیری، بعد تفکیک کنی خورد بفروشیش. بابا خیلی سود داره توش که. وضع آدم از این رو به اون رو میشه. البته این 5000 تومان نرخ دولتیه ها، بازار آزادش خیلی گرونتر از این حرفاست. دیروز سر چهارراه مؤسسه خیریه بنر زده یه وجب خاک بهش 1 میلیون تومان، 1 متر خاک بهش 5 میلیون تومان. خب اختلاف قیمت خیلی چشمگیره. قطعه 5000 تومان کجا، متری 5 میلیون تومان کجا؟ واقعا جا داره مراجع تقلید و آیات الزام هرچه سریعتر وارد این مقوله بشن و یه نرخ اتحادیه‌ای، یه جدول نرخ مصوبی چیزی تهیه کنن و منتشر کنن، وگرنه این بازار رو به حال خودش رها کنن یهو قیمتاش سر به فلک میکشه. اون وقت بعد 50 سال 2 متر بهشتم گیرمون نمیاد، مجبور میشیم بریم جهنم خونه اجاره‌ای بشینیم. والا شما نمیدونین که مبلغ اجاره ها تو جهنم چقدر سنگینه که. میگم خدا پریشونم، از اومدن پشیمونم، اینجا اگه بهشتته من از بهشت گریزونم، اینجا اگه بهشتته من از بهشت گریزونم. با سلام، با گزارش آب و هواشناسی امروز در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو پیک هستم. آب و هوای این روزهای جبهه اصلاح طلبان حکومتی به شدت گرفته و ابری گزارش شده. کارشناسان هواشناسی پیش بینی می‌کنند که با توجه به نزدیک شدن توده‌ای از انتقادات و شکایات به لیست‌های امید و همچنین بارش مداوم بدعهدی‌های رئیس جمهوری تکرار شده در هفته‌های آینده، شاهد ریزش پراکنده طرفداران این جبهه خواهیم بود. همچنین سوتی‌های گسترده در روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح طلبان موجب افزایش گرد و غبار غلیظ در آسمان ولایت جسم ناقص شده است. دمای هوا در فراکسیون اصلاح طلبان مجدداً 40 درجه بالای صفر، دمای جماران 53 درجه بالای صفر و همچنین محمد رضا عارف همچنان یخ زده و سکوت کرده است. دل ما به هوای آفتابی شما میتپه، گرد و غبار و مه‌آلودگی از دلتون پاک و آسمونتون آبی و زلال در برج بلند دموکراسی. ما همه ساکن یک برج بلندیم، شب و روز حال بکنیم داریم بخندیم. اسم این برج بالا جان دموکراسی است، برج ما خیلی قشنگ و نازنازی است. توی دست و بالمان پول فراوان، کار نگو ریختسم اینجور تو خیابان. شبای انتخابات کل سلبریتی داریم، توی سینما همان فیلمای در پیتی داریم. شب و روز حال میکنیم، حال حال، از خوشی بال بزنیم، بال بال. توی برج دیلاگ دموکراسی همه را گال بذاریم.
خدایا این شادی‌ها رو از ما نگیر. این ائمه جماعت، چه ثابت، چه موقت، چه تهران، چه شهرستان، چه عمام سیاه، چه عمام سفید، خدایا اینا رو از ما نگیر. خدایا اگه اینا رو از ما بگیری دیگه ما به چی بخندیم آخه؟ مخصوصا این آخوند صدیقی امام جمعه موقت تهران رو تو نماز جمعه این هفتهش گفته که ترامپ معتقده که ایران زندانیان بسیاری داره، در حالی که حضور مردم در 22 بهمن و نماز جمعه نشانه پیروزی ماست. چی گفت؟ ترامپ معتقده که ایران زندانیان بسیاری داره، در حالی که حضور مردم در 22 بهمن و نماز جمعه نشانه پیروزی ماست. این دقیقاً همون جاییه که میگن گودرز چه ربطی به شقایق داره. قشنگ در همین یه جمله گودرز و شقایق به هم پیوند خوردن و کلیه متون و کتاب‌های مربوط به علم منطق زدن تو گاراژ. یعنی تو عمرم اینجوری توجیه نشده بودم. ایران زندانیان بسیاری دارد، در حالی که حضور مردم در 22 بهمن و نماز جمعه نشانه پیروزی ما. خدایا این ائمه جمعه رو از ما نگیر. پروردگارا این اسباب خنده های ما رو از ما نگیر. خدایا تو رو امام راحل بذار بخندیم. آخه گودرز شقایق وای شقایق گل همیشه عاشق شقایق وای شقایق گل همیشه عاشق. در پایان بیاین تصور کنیم که اراذل و اوباش انتظامی رو از تو خیابون‌های مملکت جمع کردن و دیگه خبری از فاتی کماندوها و اکبر باتوم‌های گشت ارشاد نیست که نیست. تصور کنید که دیگه گشت ارشاد از بین رفته. الان شما با خیال راحت هر مدلی که دلتون میخواد پوششتون رو انتخاب میکنین و دیگه گشت ارشادی وجود نداره که تو خیابون جلوی شما و دوستاتون رو بگیره و سینجیم کنه که نسبتتون با هم چیه و مقصدتون کجاست. یه نفس عمیق. دیگه گشت ارشادی وجود نداره که خواهر، مادر یا دختر شما رو در ملأ عام تحقیر کنه و با مشت و لگد داخل ون ببره. یه نفس عمیق. دیگه گشت ارشادی وجود نداره و کسی به خودش اجازه نمیده که گاه و بیگاه و بیدلیل خودروی شما رو متوقف کنه و با چشم متهم بهتون نگاه کنه و تمام ماشینتون رو بازرسی کنه. نفس عمیق.